سلام، من مهیار هستم. قرار تو این ویدیو ببینیم که داخل انتیتی به غیر از پورت چه چیزای دیگه میشه استفاده کرد. اگه تا الان ما رو لایک و سابسکرایب نکردید حتما این کارو بکنید که همتی از طرف شما. پس با ما همراه باشید ببینیم چیه داخل انتیتی میشه استفاده کرد. همونطور که ما قبلا میدونستیم داخل انتیتی به وسیله پورت میمدیم ورودی خروجی بافر و اینها رو مشخص میکردیم. نمونه که داخل تصویر میبینید مثال هایی هست که قبلا ما استفاده کردیم. الان داخل اینجا یه دونه A یه دونه B به صورت ورودی و استدی لاژیک تعریف کردیم. یکیش استدی لاژیک معمولی یه بیتیه، یکیش هم 4 بیتیه. یه دونه هم کلاک اینجا تعریف کردیم، یه دونه خروجی هم که از جنس استدی لاژیک وکتوره و 3 بیتیه. حالا کاری نداریم که آرکیتکچرش چجوریه. ما فعلا این قسمت فقط روی انتیتی زومیم. حالا ببینیم چیا میشه با انتیتی مثلا داخل انتیتی استفاده کرد. یکی از چیزایی که ما میتونیم استفاده کنیم داخل قسمت انتیتی، یه دونه که پورت بود باش آشنا شدیم. یه چیز دیگه هم هست به اسم جنریک، یکی دیگه هم هست به اسم پروسس. حالا اینا چی هستن الان باشون آشنا میشیم. اول با جنریک بریم شروع کنیم. جنریک میاد میگه که بعضی موقع هست که نیاز دارم داخل انتیتی از یک عبارت چندین و چند بار استفاده کنم. به جای اینکه بیام اون عبارت رو چندین و چند بار یا مقدار در اصل مقدار عددیه ها یا ولیو در اصل این چیزی که دارم میگم، این ولیو رو چندین بار و چندین جا استفاده کنم برای اینکه خطام کمتر بشه، ضریب خطام کم بشه، میام به صورت مقدار ثابت تعریفش میکنم که این کار رو جنریک انجام میده. الان نگاه کنید داخل این مثال اومده یه جنریک تعریف کرده، گفته طول دیتا از جنس نچرال عدد طبیعی و مقدارش 8. پس هر جایی که اینجا دیتا وایت رو استفاده کردیم و طول دیتا رو خواستیم مشخص کنیم، مستقیما دیگه 8 خودش اتوماتیک میذاره. این مثال رو ببینید. اومدم یه جنریک تعریف کردم که دیتا وایتش گفتم نچرال و 8. داخل قسمت پورت A و B رو به عنوان ورودی تعریف کردم و مقدار دیتاشو اومدم گفتم دیتا وایت منهای 1 داون تو 0، چون حالا از صفر شروع میشه به شمارش کردن، منهای 1ش کردم اینجا که اینم 8 بیتی باشه. حالا کار نداریم با این قضیه، میتونستیم یه راست دیتا وایت رو 7 در نظر بگیریم، اینجا دیگه منهای 1ش هم نکنیم. من خواستم بگم که اگه منهای 1 به اضافه 1 یا هر چیزی مثل اینم خواستیم بکنید، میتونید این کارو انجام بدید. این مثال از عمد اینجوری نوشتم. حالا میگم میتونید منهای یکیشو اینجا نذارید، اون 8 رو بکنید 7 مقدارش. پس اینجا دیتا وایت دیده مقدارش 8 گذاشته، 8 منهای 1 میشه 7، پس میشه 7 down to 0. در اصل اینجوری بوده. A و B از جنس ورودی آن ساید 8 منهای 1 میشه 7 یا همون 7 down to 0. این از سام هم به همین صورت. الان اینجا دیتا وایت اومدم استفاده کردم، منهای 1 شده، down to 0 صورت گرفته. پس جنریک برای اینه که وقتی یک مقداری رو قرار چندین بار در چندین جا استفاده بکنیم داخل انتیتی، میایم یه مقدار ثابت براش تعریف میکنیم که ضریب خطامون کم بشه، اشتباها سوتی ندیم و مقداراشو متفاوت بدیم. این از جنریک. حالا میایم مثال ببینیم. مثلا اینجا داخل مثال اومدم گفتم جنریک به صورت مستقیم داخل بدنه آرکیتکچر استفاده نمیشه، نمیتونی استفاده کنی، چون جنریک فقط برای انتیتیه. اگه قرار باشه اون مقداری که تو جنریک تعریف کردی داخل آرکیتکچر هم استفاده بکنی، باید این کارو بکنی. الان داخل این مثال اومدم جنریکو یه دونه A تعریف کردم از جنس اینتجر، مقدارش هم 10. برای اینکه این مقدار 10 رو داخل بدنه آرکیتکچر هم استفاده کنم، یه دونه کنستانت تعریف کردم. کنستانت A underline value از جنس اینتجر و مقدارش هم آی هست که داخل جنریک تعریف کردم. این آ همون آیه که داخل جنریک تعریف کردم. ولی از این به بعد اگه این مقدار 10 که داخل آ هست میخوام داخل بدنه آرکیتکچر داشته باشم، دیگه نباید آ بنویسم، باید آ آندرلاین ولیو بنویسم. الان داخل این مثال هم اینجا اومدم یه دونه استدی لاژیک تعریف کردم، مثلا یه سیگنال به جنس اینترنال سیگنال استدی لاژیک وکتوره، مقدارش هم مثلا آ ولیوه. حالا مثل همون مثال که گفتم خواستم ببینید که به اضافه 1 منهای 1 به اضافه 2 به اضافه 5 منهای 5 هر چیزی میتونید بنویسید. اینجا هم آ آندرلاین ولیو منهای 1 گذاشتم که متوجه بشید و که میتونید حالا تغییراتی داخلش داشته باشید در صورت نیاز و لزوم. ولی خب حالت عادی میتونید این منهای 1 رو نداشته باشید، مقدار مثلا آ رو بکنید. این هم از پس جنریک رو نمیتونیم مستقیما توی بدنه آرکیتکچر بنویسیم. برای نیاز اگه نیاز داشتیم همچین کار بکنیم، از کانستنت استفاده میکنیم. کانستنت همون کار جنریک رو میکنه داخل بدنه آرکیتکچر. پس جنریک برای انتیتی، کانستنت برای آرکیتکچر. اینو کاملا همینجا هضمش کنید. پاسیو پروسس چیه؟ پاسیو پروسس اینه که ما بعضی موقع ها قبلا توی اپیزود 2 گفته بودم که یک انتیتی ممکنه بیش از یه دونه آرکیتکچر داشته باشه.
حالا یا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا ممکنه داشته باشه، ممکنه یه دونه آرکیتکچر داشته باشه. فرض می‌ذاریم که بیش از یه دونه آرکیتکچر داره، 2 تا یا 3 تا یا 4 تا یا n تا. بعضی موقع هست نیاز داریم که یک پردازش به صورت مداوم انجام بشه فارغ از چیز آرکیتکچرها. اینکه آرکیتکچرها خودش جداگونه پروسس داره، خودشون پردازش خودشون میکنن، کار خودشون میکنن. ما بعضی موقع نیاز داریم به صورت همزمان با اینکه آرکیتکچرها دارن چی کار میکنن و فارغ از اطلاعات اونا بیایم یه پردازش انجام بدیم. این پردازش که پروسس هست داخل قسمت انتیتی باید نوشته بشه. هرگاه پروسس داخل انتیتی نوشته میشه بهش میگن پاسیو پروسس. پاسیو پروسس چیه؟ به پروسسی که داخل انتیتی نوشته بشه. حالا یه سری تفاوت‌ها با پروسسی که داخل آرکیتکچر می‌نویسیم هم داره. بیام الان ببینیم چیه. داخل پروسسی که داخل آرکیتکچر می‌نوشتیم، می‌بینیم اول می‌نوشتیم پروسس، بعد می‌آمدیم لیست حساسیت می‌نوشتیم، بعد می‌آمدیم مثلا سیگنال وریبل یا هر چیزی می‌آمدیم تعریف می‌کردیم، بعد می‌گفتیم بگین. اینجا اینطوری نیست. اینجا یه راست با دستور بگین شروع میشه. یعنی داخل انتیتی هر جا دیدید بگین از خط بعدیش به بعد جزء پروسس حساب میشه و قاعدتا لیست حساسیت هم نداره. داخل حالا این تفاوتش بود که داخل آرکیتکچر و انتیتی پروسس ها چه تفاوتی دارن. اون یکی لیست حساسیت داره باید پروسس بنویسید. داخل انتیتی نه، اینجوری نیست. از بگین به بعد شروع میشه و هر جا بگین شروع میشه و پروسس و لیست حساسیت لازم نداره. یه تفاوت دیگهش اینه که داخل آرکیتکچر اون پروسسی که می نوشتیم برای مقداردهی کردن از اساینمنت استفاده می کردیم، از این فلش و مساوی که داخل تصویر اینجا می بینید و آبی رنگ هست که بهش میگن اساینمنت. داخل پاسیو پروسس نمیتونیم از اساینمنت استفاده کنیم، باید بیام از دو نقطه مساوی استفاده کنیم. پس اگر داخل پاسیو پروسس نیاز داشتید که مقداردهی بکنید، از دو نقطه مساوی باید استفاده کنید. این رو هم همینجا تو ذهنتون داشته باشید. به عنوان دومی تفاوت پروسسی که داخل انتیتی هست و پروسس معمولی که داخل آرکیتکچر هست. یه مثال بیایم ببینیم. الان به عنوان مثال اومدم یه پورت تعریف کردم A و B از جنس اینتجر و ورودی، X از جنس خروجی، جدا از اون حالا آرکیتکچر چی باشه و چند تا آرکیتکچر وجود داشته باشه. اومدم گفتم اگر A حالا با دستور اسرت اگه ندیدید لینکش رو من این بالا میذارم، برید اسرت رو ببینید چیه. اسرت میگه اگر A کمتر از 256 بود که هیچ، کاملا عادیه. اگر بزرگتر یا مساوی 256 بود بیا یه دونه ریپورت بده که اوت آف رنج و سیوریتی جنسش اینجا ارور گذاشتم. سیوریتی میتونست ارور باشه، میتونست نوت باشه، میتونست وارنینگ باشه. اینجا هم به صورت موازی گفتم اگر بی هم بزرگتر مساوی 256 بود یک ریپورت بده بگو اوت آف رنج و جنسش از جنس اروره. این هم از مثال پاسیو پروسس. خب ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. ما دیدیم داخل انتیتی به غیر از پورت میتونیم از جنریک و پاسیو پروسس هم استفاده بکنیم. از اپیزود بعدی به بعد ما یه فصل دیگر رو شروع میکنیم از زبان VHDL به اسم دیتا تایپ که اون خیلی مهمه و حالا بحثش مفصل و جداگانه است. ولی خب این بحث توصیف سخت افزار تا اینجا تا حدودی ما تونستیم کامل توضیحش بدیم. پس از اپیزود بعدی دیتا تایپ رو حتما مشاهده کنید چون اون قسمت خیلی دیگه مهمه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. آدرس کانال ما داخل یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام این پایین گذاشتم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. خیلی ممنون میشم اگه این کارو بکنید. اگه مایل هستید ویدیویی که داخل یوتیوب میذاریم سریع به شما نوتیفیکیشن داده بشه، اول که ما رو سابسکرایب کنید، لطف کنید. دوم اینکه زنگوله رو بزنید و مثل نمونه این که این پایین داره نمایش میده روی آل نوتیفیکیشن قرار بدید. این کار باعث میشه همیشه به شما نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید ما رو ببینید و داده بشه اون بالا به صورت زنگوله. ممنونم از توجهتون. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.